جمهوری تاجیکستان همچون اعضای کامل حقوق سازمان ملل متحد چندین شرطنامه‌ها و کنونسی‌های بین المللی را اعتراف و امضا نموده، موقع بشردوستانه و انسانپرورانه خود را بار دیگر با قبول صمیمی گریزگان جمهوری اسلامی افغانستان که از دهشت جنگیان گروه طالبان جانب خاک تاجیکستان پناه گرفتند نشان داد. صبح امروز زیاده از 400 نفر پناه بردگان جمهوری اسلامی افغانستان به جای معین سفربر کرده شدند. پناه بردگان جمهوری اسلامی افغانستان که از دهشت جنگیان گروه طالبان دوام چند روز آخر جانب خاک تاجیکستان آمدند، به پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان برای قبول صمیمی و معین نمودن شرایط لازمه عرض سپاس نموده ابراز داشتند که آغوش گرم جمهوری همسایه تاجیکستان در همین شب و روزهای مشکل برای شهروندان افغانستان امید و باوری به زندگی منبعث داد. کشور تاجیکستان در لحظات بدی که ما مردم افغانستان قرار گرفتیم، برای ما بغل و آغوش گرم خود باز کردند. ما را از اونجا در آخرین لحظه ای که طالب در چند متری ما آمد، دیگه چاره ای نداشتیم. کشور تاجیکستان بغل خود را باز کرد. ما مردم افغانستان را با سالا و امکاناتی که داشتیم با جبین باز پذیرفت. ما را از مرز تیر کرد، آورد در اینجا. میمانداری خوب جای مهیا برمان ساخت، از خوف و خطر ما را نجات داد. ما تشکری سرتاسری از رئیس جمهور تاجیکستان، از مرزبانانشان، از کسایی که برای ما در طول مدتی که ما را اینجا خواستن خدمتگار ما بودن، شب و روز همه امکانات در اختیار ما قرار گرفتن. از اینکه فعلا از طرف دشمن ما تهدید میشیم، مرز اینجا نزدیک از دشمن در چند متری ما قرار دارد. کشور تاجیکستان خواستن برای ما مسائل انتقال کننده و وسایل نقلیه مهیا ساختن که ما را به جای امن و آرام انتقال بتیان. خاطررسان میشویم که فراریان اجباری دوام 3 روز در محله تیم شهر خاروخ قرار گرفته نهایت به جای بی خطر سفربر شدند. مسئولین مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت شهر خاروخ ساختارهای دولتی و قدرتی پناه بردگان را با مواد اولیه غذایی برای سفر تامین نمودند.